بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، او كما قال علیه السلام. محترم صدر جلسه و شنوندگان معزز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در این محفل سعید و با برکت موضوعی که به من داده شده عنوانش حفاظت زبان است. برادران شنونده، الله جل جلاله ارشاد می‌فرماید: قد افلح المؤمنون. الآیه. یقینا مؤمنان کامیاب شدند. پرسیدم: ای قرآن پاک، نشانه مؤمنان چیست؟ جواب داد: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الآیه. کسانی هستند که در نمازهای خود خضوع و خشوع میکنند و سخنها و کارهای بیهوده و فضول اجتناب میکنند. سیدنا امام المرسلین و فخر الاولین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ارشاد فرموده است: کسی که به الله جل جلاله و آخرت ایمان دارد، بر وی لازم است که زبان خود را حفاظت کند. الله جل جلاله که این زبان را به ما عطا کرده است چقدر نعمت بزرگی است. خالق کون و مکان به ما وسیله ماشینی داده است که از پیدایش تا مرگ با ماست. او وظیفه و ذمه‌واری خود را پر می کند، اما چون در تحصیل این ماشین کدام زحمت و محنت نکشیده و خرج مصرف نکرده ایم، نه مال جان خود را به خاطر آن به خطر انداخته ایم، پس قدر این نعمت عظیم را نمیشناسیم. هرچی بر زبان آید میگوییم. باری ابوبکر صدیق رضی الله عنه زبان خود را به دست گرفته کشت میکرد. عمر رضی الله عنه دید، گفت: ای نایب پیغمبر محبوب، ای افضل البشر، بعد از انبیا چی میکنی؟ صدیق اکبر جواب داد: این هذا اوردنی الموارد. این زبان مرا در هلاکت های بزرگ انداخته، از همین سبب میکوشم که در این خوبی باشد اما بدی نباشد. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرموده است: کسی که به الله جل جلاله و آخرت ایمان دارد، بر وی لازم است که زبان خود را حفاظت کند و ما علینا الا البلاغ المبین.